дар толори мақомати иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода роҳбарият ва намояндагони шӯъбаи маориф, ҷавонон, шӯъбаи фарҳанг ва ҷамоату деҳоти шаҳр бо ғолибон ва ҷоизадорони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣ вохӯрӣ баргузор намуданд. ضمن صحبت با جوانان و نسل نورس رابطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده ابراز داشت که با شرافت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور تمام شرایط تعلیم و تربیت مهیا بوده نسل نورس را میباید جهت آموزش علم و فن، کسب و هنر و طرز حیات سالم سعی و تلاش نمایند. تاکید شد که سال روان جوانان و نورسان شهر ترسونزاده در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من و یک قطار المپیادهای جمهوریوی و بین‌المللی فاصله‌ای و مسابقه‌های ورزشی سطح جمهوریوی شرکت نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. اعتبار شهر ترسونزاده را باز هم افزون نمودند. قابل قید است که سال 2020 از شهر ترسونزاده بیش از 150 نفر نورسان و جوانان در سبقت‌های جمهوریوی و بین‌المللی صاحب جایزه‌ها گردیدند و باوری است که جهت تطبیق پیکار معارف پرورانه محترم پیشوای ملت در سال‌های من بعد از صف غالبان و جایزه‌داران از این بیشتر خواهد گردید. ابراز داشت رهبریت شهر ترسونزاده. داوطلبان از شهر ترسونزاده در بخش‌های آزمون از روی نامیناسی‌های خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک، خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک، خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه و افسانه‌های خلق تاجیک، خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات جهان و نامیناسی‌های شاعری به هیئت حکمان استعداد خود را معرفی نموده بودند. باید گفت که تشکیل چنین آزمون‌ها برای دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، ایجاد موسیقی نو، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرود، تقویت بخشیدن به کسبیت بلند هنر اجرا کنندگی روانه شده بود. در آخر چاله‌بینی به غالبان و اشتراکچیان آزمون‌ها از حساب مبلغ‌گذاری فوند ذخیروی رهبریت شهر ترسونزاده مکافات پولی و دیپلم تقدیم کرده شد.